سلام مجدد خدمت تمام عزیزای دل. امید که سلامت و سرحال باشین، در جایی که هستین موفق پیروز باشین. من دیگه سفرم شروع شد به امید خدا را با امید خدا ساعت 2 شب شد، یعنی گفته ساعت 2 بجه بیدار باشی، مثلا ساعت 2 یا تیرتر. این زکریا جان دیگه بخیر آغاز کنیم سفر از نوره تا خوش بیننده باشیم کجا ماری و چی موشه و نموشه و بیشتر نمیتونید یا خوابیدی بخیر دوستا سلام وقتشون بخیر. خوشم دیده داری برنامه از ما بشت زکریا قنجلات خویم به سفری طرفای کابل غزنی تا خیلی چیز باشد برنامه آینال چای کدون چای مخره بشت و چروان چی مطلومه بخیر وقت خوش بوره وقت شمورم خوش کنه دوستا زیارم. خب دوستا کسی که بیننده این کسایی که آبایی در خوبه ما چیش بگفت آبایی کسی بلین چای کنه کت خوبه چای گده فضل الله جان مشترک نیلخیل میشه خواه دو وقت خوش کنه نیلخیل میشه خانه رو دیگه مجید ریلک دیمندنی باشه انشالله که از وقتش بربای وقت خوش باید بورید باید میشه بخیر بورید دوستارم خدا وقت خوش کنه هر چیز که در پیام بیدیم مود خدمت چی مرکار دره تا آخرم بیننده باشیم بیش بیاک موتور مادک اینی را کنیش فضل الله بیده کنیش تو مجید تمام؟ حالا کشتا بود؟ نه را تا چوف کنیش یکش فضل الله بیده کنیش نه بسم الله الرحمن الرحیم. ساک شما بگرم؟ دوستا اینی ساک شکست از مویه اینی شکست از مردم برای با دیگه محترمان آبه مری دیگه مری؟ آره تو کاره کاتستروس بچی بسم الله الرحمن الرحیم. لا خیزلار بگی دیخ نشمون مایی چابک خداحافظ. وای نقص وزن دارم یک سر گوشت 40 نفر نان نمیده تو 50 نفر نیم سر دیگه نیم سر 20 نفر نیم سر گوشت نیم سر گوشت این چطور کنه؟ او دوستان عزیز خیلی که برنده ایم در شهر غزنی حرکت نیم به طرف کابل بخیره یعنی دوستان غزل مزل هم برات میخوانیم فهمیدی؟ یا خلفه اینجا خانه کجا دو وطن مثلا خانه کجا ما وطن از خوشمری هستیم. خب خلفه چیز ده مسجر است چی حالا بخیر است یارم سلام دارین خدمت این چینل ما یا نه چرا نه هزار دفعه باش کنجا یک ذره ازام طرف سه خودموری هم دو چیزکل باغ مگه جنگل باغ میگه نه از باید یاباد بردشون جنگل باغ مگه چیز میگه از جنگل باغ خیر میشیم که مسیل است خیر میشم
عرض ادب خدمت تمام بینندگان عزیز. خدا کنه که کلتون جور و صحتمند باشه. سیس کرولی سیف. سیس. خلفه کار شما همیشه خدمت مسافر لینی کابل غزنی ها؟ برای فعلا سیس. خب موفق باشی. والا کدام سایه غزنی هستیم که روزه است، بازار روزه. سلام مجدد خدمت تمامی دوستان عزیز. صبحشون بخیر، جانشون جور باشه و خودشون خوش باشه، ایام مکامشون باشه. امروز اومدم پشت بام از جو اتاق، یعنی هوای صبح کابل، صبح زیبای شوم که خوب باشه انشالله. حالا دوستا اینم از هوای صبح میبینیم که چه قسمیه. اصلا شهر دیدن نموشه و این از خوشید زیبای کابل سر زده. یا سرک برچی که در طرف داخل شهر طرف بالای برچی قبل سینمای کامل رو برگشته میمونی بریم طرف اتاق. این تا سودا هم خریدیم یا بریم برای سخل خرده یا تزکریا؟ اما ایش لیلامیه لیلامی هم خرده دیگه. اینجا لایت هم خریدیم دوستای عزیز بلدیا تزکریا. چوب سلفی هم خریدیم دیگه. پیله و اوانگی چیزا کار داشت. خلاصه بعضی وسایل های یوتیوب را تزکریا کم کم تکمیل نه بخیره دیگه. اگه تلفن خوبم که بخیر دا آینده ها بیختیم مشکل دیده شد در روش. اگه دوستا که همکاری کرد اگه فیلم خراب نه واسه آره دوربینش کم قیمت و خیلی سخت دیگه. دوستای ظالمینه کاستری بخیره از طرف شارندیم. این نمیفهم بخدا اینجا سرک که برین در پل سرخ ماری فهمیده؟ چهارراه پل سرخ ها باز از چهارراه پل سرخ همات گلای دواخانه و چهارراه شهید مزاری چوک شهید مزاری باز در سرک شهید مزاری گرد میشیم و طرف برچی ماری. اره اینج داخل کاستریم دیگه دوستای عزیز. بقیه مسافرین هم بال میشه.
سلام گرمم از طرف از ما برای کل دوستا برسه. دوستا مرزا حسینم، نمیفهم شناختیم یا نشناختیم. ما که برحال زکریا چیزان باشه. زکریا خب بخیر خوبه جارتر. یک سلام ملام بلی دوستا. خیر روش. خیر قدر سیده و اتاق بس. سش